خیلی‌ها پرسیدین چطوری گوشت بوقلمون بپزیم که بسیار خوشمزه و همچنین بافت نرم و لطیفی داشته باشه. بریم ما هم درستش کنیم. اول از همه ساق بوقلمون رو با یه سیخ چوبی دو طرفش رو خوب سوراخ می‌کنیم. اینم رازش. به ادویه‌مون آب لیمو ترش و زعفران و روغن زیتون اضافه می‌کنیم. می‌ریزیم روی ساق بوقلمون. 6 ساعت می‌ذاریم داخل یخچال. به این صورت روی فویلمون چند لایه کاغذ روغنی قرار میدیم. برگ رزماری مقداری هم کره. کاغذمون رو خوب می‌پیچیم. دوباره همین رو روی چند لایه کاغذ رولش میکنیم. فویلمون هم به این صورت میپیچیمش. داخل ظرفمون 1 سانتی متر نمک میریزیم. گوشتمون رو قرار میدیم با حرارت کم حدود 4 ساعت میذاریم بپزه. اینم از گوشت بوقلمون فوق العاده خوشمزه و جذابه. با افزایش سن یکی از بهترین جایگزین‌های گوشت قرمز گوشت بوقلمونه. ترکیبی از گوشت سفید و قرمزه. خوراک ورزشکارا و کسایی که رژیم دارن. کافی یک بار این مدلی درستش کنی عاشقش میشی.